امروز شنیدیم که 19 نفر از اسیرا اعلام خوشحال شدیم. جواد هستم، عضو یکی از خانواده 31 مسافر اسیر که امروز خوشبختانه 19 تا از اسیرا آزاد شدن. خیلی خوش هستیم و نگران هستیم که 12 نفر از اونها باقی مانده، هنوز هم اسیر هستن. امیدواریم که امروز قراری که برای ما وعده دادن شنیدیم که تا ساعت 5 بجه 12 نفر دیگه شان هم آزاد میشه. اسم حبیب الله است. از جمع امروز شنیدیم که 19 نفر هم 31 نفر 19 نفرش رها یافته. بازم از دولت تقاضا دارم که باید درباره همزی 12 نفرش تلاش کنه. دیگه از دولت کسای در راسته همزی 31 نفر از نمایان از میسفیدای جاغوری زابل هر کی بوده، از غزنی، از کابل، از حتی از راستانه ها از دولت خیلی تشکری میکنیم که درباره از همزی 31 نفر بسیار تلاش کردن. بازم یک عالم تشکر میکنم که انشاءالله بازم درباره 12 نفرش هم انشاءالله دولت یک چیز جدی بگیره که حتی در 31 نفر در یک راهایی یک چشم روشنی در که ببینه همش یک جا. یک خیلی یک امیدواری از دولت دارم، یک توقع بسیار زیاد.